حتما اسم نات کوین رو شنیدی، بازی جدید کلیکی تلگرام که تونست توجه خیلی‌ها رو به خودش جلب کنه. البته از جایی بیخود میشه که میگن جمع کن و درآمد دلاری داشته باش، وقتی ولت تلگرام اوکی بشه میتونی برداشتش کنی، فردا میرین سوار بنز و نمیدونم مثل بیت کوین میشه. اما این ارز تنها یک مینی اپ و یه بازی تلگرامیه و هنوز تبدیل به ارز دیجیتال نشده و هنوز یه ارز نیست. نات کوین بیش از این که یه ارز باشه یک نوع طرح بازاریابی اینترنتیه که خیلی شباهت به اون داره و تنها تلاشش اینه که توجه کاربران تلگرام رو به خودش جلب کنه. بیا عکسشو ببین، هنوز هیچ قیمتی براش تایید نشده، 0. حتی تو سایت تریدینگ ویو هم که وجود نداره، قطعا وجود نداره، 0، هنوز هیچی. و از اونجایی که موضوع جالب میشه که دوستت مثلا تریدر نیست، داره مثلا به اصطلاح این ارز رو ماین میکنه و ازش میپرسی، میگه میخوام مثل بیت کوین ماینش کنم، شاید یک زمانی بدون روند تکنیکالی هیچی، فقط میخواد ماینش کنه و این خنده داره. بیا یه رازی بهت بگم، هر جا که عموم باشن اونجا جای مناسبی نیست، حتی برای پول درآوردن. وارن بافت میگه پول از جای خلوت خوشش میاد و از جای شلوغ فراریه. و تیم تلگرام کی ساخته؟ حالا این ارزو کی ساخته؟ کسی به نام پاول دوروف که یکی از توسعه دهندگان تلگرامه و میخواد، مدرکی هنوز وجود نداره برای اینکه بخواد این ارز تایید بشه که این ارزو ایشون توسعه داده یا نه. اما در این بین شما باید مراقب افراد سودجو و کلاهبرداری‌ها با اسم افزایش ایردراپ نات کوین باشید. محدودیتی وجود نداره، میتونید بازی کنید و هر چقدر بخواید سکه جمع کنید. یه قابلیت دیگه هم که اومده اسکواد یا بازی گروهیه که میتونید تو گروه ها عضو بشین، با گروه های دیگه رقابت کنید و این داستانا. فعلا بهش نمیپردازیم، اما لازم به ذکره که طی روزهای گذشته با محبوبیت گسترده نات کوین در میان کاربران ایرانی و وعده‌های دروغین تبلیغات نادرست برای زیرمجموعه گیری و کسب سکه بیشتر نیز رواج پیدا کرده. امروز برخی از افراد برای ترغیب کاربران به عضویت در بازی نات کوین فرصتی برای کسب سود هنگفت را وعده میدن که فاصله زیادی تا واقعیت داره. همون تو اکسپلور پر شده بود بیا نات کوین بازی کن ما ازتون خریداریم، اینا همش دروغی بیش نیست. توجه داشته باشید که هر جا عموم هستن اونجا جای مناسبی برای پول درآوردن نیست. اگر خوشت اومد پیج ما رو دنبال کن.